پیش از آغاز کردن درس امروزه لطفاً به کانال ابونه شوید، به نوار لایک کنید. برای بهتر کردن صفت درس و فکرهای خود را در شرح ها نویسید. این نوار را با دوستان و نزدیکانتان روان کنید و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. چون هر وقت درس امروزه را نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روز امروزمان چنین است: When the roots of a tree begin to decay, it spreads death to the branches. African proverb. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: وقتی که ریشه های درخت شروع به بوسیدن می کنند، مرگ را به شاخه هایش پهن می کند. مقال افریقایی. proverb می شود مقال و یا ضرب المثل. در این صفحه ما بعضی رسم ها آورده ایم و رسم ها را دیده باید در زمان حاضره دوامدار با زبان انگلیسی جمله سازیم. در رسم یکم خیلی که میبینید کتاب خونده ایستاده است و ما باید در زبان انگلیسی گوییم که وی کتاب خونده ایستاده است و جمله من می شود Anna is reading a book about rockets. Anna درباره راکت ها کتاب خونده ایستاده است در زمان حاضره دوامدار. در مثال دوم در رسم خیلی که میبینید دویده ایستاده است و ما باید جمله سازیم شهزاد is running. شهزاد دویده ایستاده است. مثال دیگر رسم کشیده ایستاده است. مثالمون می شود مریم is drawing a picture. مریم رسم کشیده ایستاده است. رسم دیگر نوشته ایستاده است و جمله‌مون می شود The student is writing an essay. طلبه essay و یا انشا نوشته ایستاده است. رسم دیگر رو خیلی که می بینید گریه کرده ایستاده است و جمله‌مون می شود The child is crying. کودک گریه کرده ایستاده است. crying می شود گریه کردن و یا فریاد زدن. در رسم دیگر خیلی که می بینید بچه خواب کرده ایستاده است و جمله‌مون می شود The boy is sleeping on the bed. کودک در رخت خواب کرده ایستاده است و یا بچه در رخت خواب کرده ایستاده است. در مثال دیگر خیلی که می بینید با موسیقی گوش داده ایستاده است و جمله‌مون می شود زینب is listening to music. زینب با موسیقی گوش داده ایستاده است. در مثال دیگر خیلی که می بینید پیتزا خورده ایستاده است و جمله‌مون می شود بهروز is eating pizza. بهروز پیتزا خورده ایستاده است. در مثال دیگر فوتبال بازی کرده ایستاده است، با توپ بازی کرده ایستاده است و جمله‌مون می شود فرید is playing football. فرید فوتبال بازی کرده ایستاده است. میگذاریم به صفحه دیگر. New words. کلمه های نو. push تله دادن. pull کشیدن. stand ایستادن، عادتا راست ایستادن. sit نشستن. dream خواب دیدن و یا آرزو کردن. sleep خواب کردن. rain باران باریدن. snow برف. rain و snow می شود باران و برف، اما در اینجا ما درباره فعل ها گپ زده ایستاده ایم. از این رو باران باریدن و برف باریدن هم می شود. warn آگهی کردن. hurt آزار دادن. dine خوراک شام خوردن. bite گزیدن. hit زدن. join پیوست شدن. clap قرصک زدن. sneeze اخسه زدن. cut بریدن. rule قاعده. proverb مقال و یا ضرب المثل. در اینجا درس امروزه ما با پایان میرسد. لطفاً به نوار لایک کنید، فکرهای خود را در شرح ها نویسید، این نوار را با دوستانتون روان کنید. برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید و از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت داریم. لطفاً ما را پیگیری نمایید و منتظر درس های نو باشید.